همیشه مردم به ما محبت داشتن و انرژی مثبتی که تو این ایام واسه من میفرستادن همشون جای تشکر داره و قطعا منم به خاطر همین مردم که دوست داشتن که برگردن به کشتی و ادامه بدم بعد از این مسئولیتی که اتفاق افتاد و خدا رو شکر همه چی الحمدلله بهتر هستش. انشالله که بتونیم تو این مسیری که هستیم واسه تیم شهرمون که استقلال داره اینجا تیم داری میکنه بتونیم اینجا به تیممون کمک کنیم. حتی که اما هفته اخیرم که وزکشی کردن ولی خب کادر فنی تصمیم بر این شد که اون هفته رو کشتی نگیرم و خب هر موقع نیاز باشه در کنار این تیم و این مجموعه هستیم و هر جا که کادر فنی این تیم تصمیم بگیرن به این تیم کمک